سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی به ویدیو جنجالی دیگه. دوستان، همونجور که به شما سابسکرایبرهای عزیز قول داده بودم، امروز اومدیم ویدیوی اکانتی که باید به شما هدیه بدیم و بررسی کنیم و واسهتون ویدیوشو بگیریم. دوستان، قبل از اینکه بریم بررسی کنیم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، کامنت های مثبت بذاریم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما بچه‌ها لایک رو بزنید و حتما لایک رو بزنید. خب دوستان، میریم حالا وارد چی میشیم. خب صدا زنونه، صدای کامل، یعنی یه زنونه داره. سراغ موهاش میریم دوستان. این مورو داره دوستان، این مورو داره. من موها رو واسه میزنم. خب این مورو داره. موها رو واسه اون سریع رو میزنم تا بریم سراغ اصل کاری، یعنی ستا. بچه موهاش واقعا چیزای حقی داره. خب اینجا کله وایت رو میبینید. این دوتا بچه توی چی اومده بودن؟ این دوتا فکر کنم توی تاپا اومده بودن. خب بچه ماسکاش هم واقعا خوبه. بچه یادت اینو قدیما مثلا هر کی اینو داشت دائمی شو، خیلی اکانتش مثلا شاخ بود، یا کسایی که مثلا دنس داشتن خیلی اکانتشون شاخ بود. قدیم بود دیگه، زیاد چیزای وارد چیزای خیلی زیادی وارد بازی نشده بود. خب بریم ماسکای صورت. بذار من یه چیزی بزنم که معلوم باشه ماسک قشنگ اینجوری باشه. خب ماسکا یکی اینو داره وای، اینم که سالش. خب دوستان، حالا میریم وارد بخش جذاب اکانت ستاش. این ستا داره، این ستا کاملش رو داره. این ستا فقط شولوارش رو نداره. بزنم حالا. این ستا هم کامل داره. سیت BTS هم کامل داره. بعدش این ستا هم فقط شولوارش رو نداره. این ستا هم کامل داره. دوستان اینو فکر کنم قدیما یکم جم میزدی، آره یه چند جم میزدی، سر درجه مثلا جم میزدی، اینو بهتون به صورت رایگان میتونی کلاین کنی و این ستو بگیری. 22 که یه هم لایک خورده. خب این ستو داره. این ست هم تو سایت در اومده بود، مثلا میتونی چند تا ست انتخاب کنی. حالا من اینو انتخاب کردم. این ست وینسنزو هم داره. همونجور که میبینی سایت ست وایت 444 قدیمی ترین ست وایت 444 داره. ست زندانی فقط همین لباسش داره. اینم بچه جای میزدین میتونستین یه کلایم کنید اینو بگیرید. این جدیدن هم هست، 2-3 روز پیش فکر کنم بود. خب اینم بچه من از ماجیک کیوب گرفتم. 480 کی هم لایک خورده. بعد اینم فکر کنم تو گل رویال بود. اینم فقط بچه یادتونه اینو میزدیم مثلا حس پلی میگرفتیم. فقط همینو حس پلی میگرفتیم. خب اینو داره دوستان. این توی سایتی که بود که تاس تو سایت تاس بودین. اینم تو گود رویال بود دوستان. اینم فکر کنم واسه هیرو بود، نمیدونم. این ستو داره دوستان، این ستو داره. بعد کل این ستم داره. بعد ببینیم چی مونده. خب اینو داره دوستان، فقط لباسش داره. اینو کامل داره دوستان. اینم فکر کنم ماجیک کیوب بود اگر اشتباه نکنم. اینم بچه این فکر کنم آره این ماجیک کیوب بود. نه کدوم بود نمیدونم، گم کردم. خب داشتم میگفتم این ماجیک کیوب بود. آره این ماجیک کیوب بود. خب بچه اینم تو گولد رویال اومد. آره بعدش اینو فکر کنم اکانت که تازه میزنم بهشون میده یا نه
قدیما میداد 133 که هم لایک کردنش. خب این ستم فقط همینا رو داریم. این ستم کامل این ستو داریم دوستان. این ستم فقط شلوارش رو نداریم. این ستم داریم. بعدش این ستم کامل داریم دوستان. بعد پایین تر ست فکر کن ست فوتبالی، این ست فوتبالی داریم. این تیشرت ها رو داریم، تیشرت های رنگی. و بخش شلوار، این شلوار رو هم بهتون نشون میدم. خب شلوار هم دونه دونه شلوار رو هم نشون میدیم. خب شلوار رو چون من ستای کاملشون زدم، شلوار رو سریع بهتون نشون میدم. خب بذار بچه یه ست بزنیم. بذار کله وایت بگیرم. البته تتو که حالا چیزی نداره توش. خب اینو میگیرم با اینو. این کفشاش هم بچه این است. کفشاش هم بچه خوبه واقعا. کفشا نسبتا خوبی داره. خب دوستان وارد حالا دنس رو بهتون نشون بدم. دنس 8 دونه دنس داره. دنس رو تک تک واسه میزنم. دونه دونه واسه دنس رو میزنم. خب چند 980. خب این از 8 دنس. بعدش از این کل پوشی یا همون بگا اینا رو داره دوستان. اینم اینا رو داره. بعد اینم میبینید که اینا رو داره دوستان. من حالا واسه خرگوش خسته رو من اینجا میذارم. خرگوش خسته اسمی. اینا اسکیپ کنم. این اردک خسته است و یه خرگوش خسته است. خب حالا ما اینو میذاریم. اینم واسه رمپیج اگر شما نکردن 9 نفر لایک کردن. ما اگر لایکمون رو برداریم فکر کنم بشه 8 نفر. خب ماشیناش هم خوبه دیگه. موتور و اینا وضعیت ماشین و موتوراش هم خوبه. بنر آواتارم 79 تا بنر داریم. 77 تا هم آواتار. خب دوستان 7 دونه سنگ داریم. 24 تا دونه از این واسه کان لولیا داریم. 56 تا توکن ماجیک کیوب داریم. بعدش دیگه همینا. این باکس هم آره من واسه اون باز نمی کنم، میذارم خودتون حالا درست کنین باکس ماکسیشو. آره دوستان خلاصه من بس باز نمی کنم این باکس ها رو. خب بعد میریم سراغ گان های بازی. خب میریم کلا 98 تا گان اپیک و این چیزا و همه چی. شاتگان رو داره. این شاتگان رو داره. واقعا از شاتگان راضیم و با 9 تا جم هم گرفتمش. جی 36 داره. خب اینم جی 36 و فاماس نه 2 تا فاماس نقاشی داره دوستان. بعدش میریم حالا میبینیم دیگه دوستان. خب از این 6 تا چی داره ببینید. 6 تا رو ببینیم چیا داره. این داره دوستان. چقدر بال اردکی خسته. اینا همشون اردک خستن. خب میریم سراغ AK 47. AK 47 حق بچه خوبه واقعا. آتیشی هم داره. این هم داره. قلبی داره. اسکاراش هم بچه خوب. واقعا اسکارای خوبی داره دوستان. بعدش فاماس 2 تا فاماس نقاشی داره دوستان همونجور که میبینید. بعدش با چند تا فاماس های دیگه حالا. و اینجا هم ایوجی اینو داره. پارافال بچه اینو داره دوستان. قشنگ بهتون نشون بدم. بعدش دوستان گل این گانو داره. جی 36 هم بچه ببینید. بعدش دوستان وارد
این M14 اینا رو داره دوستان. SPD که هیچ نداره. AC80 دوستان این گانو داره، طلایی دوستان. واقعا حالا دمیج و ایناش خوبه، قدرتش 16 که هم بهش لایک میدادن. خب حالا میایم این پایین. M60 رو میبینید دوستان. M60 دوستان اینو داره و این یکی رو. واقعا بچه ها گاناش خوبه، از حق نگذرین گانهای خوبی داره. آره از حق نگذرین واقعا گانهای خوبی داره. بعدش خب UMP رو میبینیم. این UMP هم داره. این UMP شرجی از اپیکی میتونه دستت بگیری دوستان. آره بعدش MP5 میرسید که اینو میزنن. خب MP40 هم خوبه دوستان. این 590 هم میبینید. 590 این 590 چیه. بعد تامسون رو دوستان میبینید. خب مکتن هم، آره مکتن بود اسمش، مکتن هم اینجا هست. خب M14 خوبه حالا واقعا. حالا اسپاسش هم این دوتا رو داره دوستان. واقعا به نظر من خوبه واسه لول 1 جایزه برای شما. این اکانت لول های 2 اینا سورپرایز خیلی خوبی داریم واسه شما. این شاتگان رو داره، گفتم همونجور با 9 جیم گرفتیمش. اسنویپ 3 تا اسنویپ داره، یکی این یکی این و اسنویپ پشت یخ هم یه طلایی داره. کلا این اکانت طلایی باز بوده. اینم داره. خب دوستان عزیز ملاقه اینا که مهم نیست. اینم داره. خب دوستان اسکین مش متاسفانه نداره، ولی سعی میکنیم تو لیول های بعد سورپرایز واسه شما اکانت های شاختر، حالا جایزه و این چیزای زیاد بیشتری واسه شما دوستان عزیز بیانیم. بچه بمباشو ببینید. بمباش. خب حالا میریم سراغ یخاش واقعا حق یخ کبرا رو داره. این یخ واسه پرایمو داره که لول 3 این اکانت. خب یخهای خوبی داره بچه. این یخ هم واقعا خیلی خوشگله. من قبل از اینکه این یخ کبرا رو بگیرم واقعا این یخ این یخ رو دوست دارم، بعد کبرا بعدی. واقعا همشون خوبن ها، ولی واقعا این یخ خیلی استپله خوبی میده. کلا خیلی خوبه. خب پایینم که گناه خاص این کشته تا شما نمیدونم. خب حالا دیگه میریم سراغ کاراکترها. بریم ببینیم. خب کاراکتر هم نصفشون رو داره. اونای به درد بخورشون رو داره. آره دوستان چیزای به درد بخورشون رو داره. مثلا این چند دار دیگه نداره. ببینم یک کاراکتر بود داره یا نه نمیدونم. خب دوستان یه دست بریم ترینینگ واسهتون با این ستاره پلی بدیم. کله گوشی جا گذاشتم حالا اشکال نداره دوستان. خب همش ویست شده میخورم ها. دستم گرم نیست، دارم همینجور خط میگیرم اصلا. حالا سیدش بچه واقعا اسبله خوبی داره. سیدش اسبله خوبی داره. خب گفتاشو میگفتم دیگه. حس پلی واقعا خوبی داره این ست و من واقعا به شخصه از این ست خیلی راضیم. آره دیگه ببین گانی هست مثلا این گان UMP رو ببینید دمیجش هم خوبه بچه نسبت به بعضی از UMP ها. حالا میریم یه دست حالا از این در میام. دوستان عزیز حواستون باشه این اکان لول 1 از سورپرایز ماست. یعنی لول 1 ما 1000 تا بیشتر از 1000 تا خیلی لول داریم. ببینید دوستان بعد لایک و کامنت و سابسکرایب حتما به لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله هم بزنید دیگه. آره دیگه دوستان اگرم دوستان روی این اکانت چند تا جیم بزنم بهم بگید، مثلا تعداد جیم رو بگید، مثلا 500 600 تا هم گفتید من واسه این اکانت میزنم تقدیم به شما میکنم دیگه، مثلا خرج نمیکنم. ولی این هفته هم که اینا آمده. آره بذار ما واسه یه اسپین بزنیم. خب اینا دار. خب یه ستم اضافه شد ولی ساعتی. خب
دوستان تا ویدیوهای بعد فعلا خداحافظ.